آسان کارشناس. بر اساس ماده 15 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، متقاضی اخذ پروانه کارشناسی باید وثاقت داشته باشد. وثاقت در لغت به معنای صداقت و استواری در بیان است. در زمان ثبت نام، داوطلب بایستی با دقت و صداقت اطلاعات خود را اعلام نماید. در صورتی که در هر یک از مراحل اخذ پروانه کارشناسی عدم وثاقت داوطلب ثابت شود، از ادامه مراحل جذب جلوگیری به عمل آمده و حتی در صورتی که پروانه کارشناسی هم صادر شده باشد، پروانه کارشناس باطل می شود. با توجه به اینکه کارشناس رسمی شغل محسوب نمی شود، کلیه افراد شاغل در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی می توانند در آزمون ثبت نام کنند و پس از طی مراحل قانونی پروانه کارشناس رسمی رشته مورد نظر خود را دریافت کنند. داوطلب برای دریافت پروانه کارشناس رسمی از قانون چه مراحلی را باید پشت سر بگذارد؟ شرایط عمومی داوطلب، شرایط اختصاصی داوطلب، امتیازات و سهمیه قانونی، آزمون کتبی، مصاحبه شفاهی و سایر مراحل. شرایط عمومی داوطلب بر اساس ماده 15 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، متقاضی اخذ پروانه باید دارای شرایطی باشد: متدین به دین اسلام یا یکی از اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفادار به نظام مقدس جمهوری اسلامی، داشتن تابعیت ایرانی، نداشتن پیشینه کیفری مؤثر، عدم اعتیاد به مواد مخدر، عدم وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروه‌های غیرقانونی و مخالف اسلام، حداقل 25 سال سن در پایان مهلت ثبت نام آزمون، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت برای داوطلبان آقا و عدم محکومیت و انفصال دائم از کارشناس رسمی. شرایط اختصاصی داوطلب متقاضی اخذ پروانه کارشناس رسمی دادگستری حداقل باید دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر از دانشگاه‌های معتبر داخلی یا خارجی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باشد. با توجه به مدرک تحصیلی و رشته کارشناسی مورد نظر داوطلب، 4 جدول برای تأمین حداقل سابقه تجربی مورد نیاز وجود دارد. جدول اول شامل 47 رشته کارشناس رسمی از جمله راه و ساختمان، تعیین نفقه، حسابداری و حسابرسی، برق، ماشین آلات و تأسیسات و غیره است. متقاضیان اخذ پروانه کارشناس رسمی این 47 رشته حداقل 5 سال سابقه کار تجربی مرتبط با رشته کارشناسی از زمان فارغ التحصیلی تا آخرین روز ثبت نام باید داشته باشند. نکته مهم این که ملاک تشخیص سابقه کار تجربی بر عهده شورای عالی کارشناسان است. جدول دوم شامل 2 رشته تألیفات و لوازم خانگی و اداری است. داوطلبان متقاضی این 2 رشته با داشتن هر مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به شرط ارائه سابقه کار تجربی مرتبط به مدت 15 سال می توانند پروانه کارشناسی این 2 رشته را دریافت نمایند. جدول سوم شامل 16 رشته کارشناس رسمی از جمله امور ثبتی، تشخیص اصالت خط، امضا و اثر انگشت و غیره است. 2 گروه داوطلب می توانند پروانه کارشناسی این 16 رشته را دریافت کنند. گروه اول داوطلبان با داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر مرتبط با رشته کارشناسی مورد تقاضا و ارائه حداقل 5 سال سابقه کار تجربی مرتبط. گروه دوم داوطلبان با داشتن هر نوع مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با شرط ارائه حداقل 15 سال سابقه کار تجربی مرتبط. نکته مهم این که ملاک تشخیص و تایید سابقه کار تجربی بر عهده شورای عالی کارشناسان می باشد.
جدول چهارم شامل 2 رشته بیوتکنولوژی و داروسازی و سمشناسی است. داوطلبان متقاضی این 2 رشته علاوه بر داشتن 5 سال سابقه کار تجربی مرتبط باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترا باشند. امتیازات و سهمیه قانونی: داوطلبان مشمول ماده 59 قانون خدمات جامعه ایثارگران دارای امتیازاتی در این آزمون هستند. امتیاز اول اینکه ایثارگران عزیز مشمول شرط حداقل سن 25 سال برای شرکت در آزمون نیستند. دومین امتیاز اینکه با کسب حداقل 60% نمره میانگین 1% نفرات برتر آزمون کتبی به عنوان پذیرفته شده مرحله کتبی انتخاب می‌شوند و برای ادامه مراحل دریافت پروانه به شورای عالی معرفی می‌شوند. آزمون کتبی: آزمون کتبی به صورت تستی و دارای نمره منفی توسط سازمان سنجش برگزار می‌شود. برای هر رشته کارشناسی سوال‌های 4 گزینه‌ای از منابع و کتاب‌های مرجع دانشگاهی انتخاب و طرح می‌شوند. بر اساس قانون تسهیل پذیرفته شدگان آزمون کتبی بر اساس کسب حد نصاب 70 یا 60% میانگین نمره 1% نفرات برتر آزمون برای هر رشته است. اگر کل داوطلبان یک رشته کارشناسی را در ضلع پایین مثلث در نظر بگیریم، پس از برگزاری آزمون کتبی و تصحیح پاسخنامه‌ها توسط سازمان سنجش، نمره کلیه داوطلبان از بیشترین نمره به کمترین نمره لیست می شود. سپس با توجه به تعداد داوطلبان شرکت کننده هر رشته، میانگین نمره 1% بالای این لیست را به عنوان میانگین نمره نفرات برتر آزمون محاسبه می شود و داوطلبان سهمیه آزاد با کسب 70% و ایثارگران عزیز با کسب 60% میانگین نمره نفرات برتر به عنوان پذیرفته شدگان مرحله آزمون کتبی تلقی می شود. به عنوان مثال فرض کنید برای رشته راه و ساختمان 100,000 نفر داوطلب در آزمون کتبی شرکت کنند. پس از برگزاری آزمون کتبی و تصحیح پاسخنامه‌ها، نمره داوطلبان از زیاد به کم لیست می شود و 1% این تعداد داوطلب که می شود 1000 نفر به عنوان 1% برتر این رشته در نظر گرفته می شود. با فرض مثال اگر میانگین نمره کتبی 1% برتر 80% باشد، آنگاه داوطلبان سهمیه آزاد با کسب 70% این نمره که می شود 56 و داوطلبان ایثارگر عزیز با کسب 60% این نمره که می شود 48 به عنوان پذیرفته شده قطعی آزمون کتبی انتخاب می شود. مصاحبه شفاهی: اسامی پذیرفته شدگان آزمون کتبی هر رشته پس از تایید سازمان سنجش از طریق شورای عالی کارشناسان به کانون هر استان ارسال می شود. بر اساس آمار قبول شدگان آزمون کتبی برای هر رشته در هر استان توسط کانون استان‌ها نیاز هر منطقه از کارشناس مشخص شده و به شورای عالی اعلام می شود و در نهایت پذیرفته شدگان مرحله شفاهی بر اساس اولویت و امتیاز کسب شده در هر دو مرحله کتبی و شفاهی محل کارشناسی خود را انتخاب می نمایند و مراحل دیگر اخذ پروانه عبارتند از دریافت گواهی عدم سوء پیشینه، دریافت گواهی عدم اعتیاد، تشخیص صلاحیت اولویت‌های اخلاقی توسط کمیسیون ماده 13 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، گذراندن موفقیت آمیز دوره کارآموزی تحت نظر کارشناس راهنما به مدت حداقل 1 سال، تعیین صلاحیت‌های اولیه توسط کمیسیون صلاحیت‌های علمی و فنی و ادای سوگند و دریافت پروانه کارشناسی با صلاحیت‌های تعیین شده.